سلام، من بهاره یدالله پور هستم، کانسپت آرتیست، تصویرساز و کاراکتر دیزاین، کانسپت آرت و خلاصه هر چیزی که مربوط به آرت و طراحی و تصویرسازی باشه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه بچه‌ها. من امروز میخوام یه کاراکتری رو براش کاستوم لباس طراحی کنم. حالا شاید شما بگین که کاش که من آناتومیش رو بهتون یاد میدادم. به خاطر اینکه الان تایممون کم بوده، فقط من میخوام یه اسکیس خیلی ساده، یه اسکچ ساده بزنم و شما را با اینکه مثلا چطوری ایده پیدا کنید برای طراحی کاراکتراتون، مخصوصا برای دنیای قشنگ گیم، یه پیش‌زمینه‌ای رو براتون ایجاد کنم. ولی مطمئن باشید اگه که دوست داشته باشید و با من همراه باشید و منو سابسکرایب کنید و نشون بدین که علاقه دارین به این حوزه، من حتما صفر تا صد طراحی آناتومی و اینکه چطوری کاراکتراتون رو پرزنت بکنین برای گیم، برای انیمیشن، حالا برای کارهای خیلی بزرگ، حتما من خیلی خوشحال میشم و مطمئن باشین توی این روند خیلی بهتون کمک خواهم کرد. ببینید بچه‌ها، من الان میخوام این کارتی که تا یه جایی من طراحیش کردم ولیوشو گذاشتم و مثلا اول از همه به صورت لاین کارش کردم، لاین آرت بوده و بعد و رفته چون که من به صورت ریال کار میکنم تا استایلایز به اینجا رسوندمش. الان من میخوام برای این کاراکترم چیکار کنم؟ لباس طراحی کنم. حالا یه موضوعی مثلا براش در نظر میگیریم، مثلا میخوام که در مورد یه مردی باشه که جنگجوه یا مثلا مال قرون وسطاست، لباساش این شکلی، شکارچیه، یا مثلا باید یه جوری باشه که با دنیایی که مثلا میخوام براش لباس طراحی کنم هماهنگی داشته باشه. خب من فعلا نمیرم سمت رفرنس، میخوام اون چیزایی که خودم توی ذهنمه و میدونم و فیلم هایی که دیدم و کارهایی که دیدم، آرت بوک ها، هر چیزی که گیما، بازی، هر چیزی که بوده، هر چیزی، حتی خلاقیت خودم بیام این کار رو انجام بدم، حتی در مورد جنس پارچه، متریالم، شکل و فرم و سیلوئتم. توی طراحی لباس یکی از چیزایی که خیلی بهش دقت میکنیم فرم چی هستش؟ سیلوئتمون هستش که من در واقع به اینجا رسیدم. من میخوام یه شکارچی بکشم، رنگم رو مثلا یه رنگ توسی طور انتخاب میکنم، حالا مشکی هم باشه اشکال نداره، یا مثلا حتی آبی انتخاب میکنم که مشخص باشه، بعد میتونم لاینم و رنگش رو درست کنم. مثلا یه آدمی که یه مردی که مال دوران قرون وسطا هستش. من الان اصلا نمیترسم از اینکه دارم چی کار میکنم، فعلا دارم اون ایده‌ای که میخوام رو و اون چیزی که توی ذهنم هستش رو پیاده میکنم. مثلا اصلا به این فکر نمی کنم آقا بد شد، خوب شد، نمیدونم چی شد. به این که مثلا فعلا طوفان ایده رو دارم پیگیری میکنم و راهش میندازم. اصلا کاری ندارم، میخوام ببینم اون چیزی که میخوام آیا خوبه یا نه. فعلا شروع میکنیم به طراحی کردن. من میخوام مثلا یه حالت زره توری داشته باشه، و لباسش اینجوری باشه، مثلا این لباسش میخوام این شکلی باشه، مثلا حتی این لباس زیرش هم همینطور. حالا من در حد یه خط میذارم. بعد میخوام یه کمربندی بزرگی داشته باشه، حالا سگک و ایناشو مشخص میکنم، یه قمقمه آبی اینجا باشه،
این شکلی. خلاص اگه که کمربندم یکم بهترش کنم، در حد ایده من دارم ایده یابی این کار رو انجام دادم. میخوام یه خنجر توی این چیزش باشه، کمربندش باشه، غلافو میکشه. بعد میخوام مثلا حالت اینجوری طور دامن طوری داشته باشه، در حین اینکه شلوار پوشیده و حالت نظامی طور داره. حالا مثلا سربازای قرون وسطا، حالا من دارم به ذهنیت خودم نگاه میکنم، کاری ندارم که دیگران واقعیت چیه. شاید بعد بریم با هم دیگه رفرنس ها رو چیز کنیم، چون اول از هم به نظر من شما باید ذهنیتتون ببینی خلاقیت خودتون چیه تا مثلا چیزای دیگه. مثلا این شکلی حتی ممکنه ببینم کلاه در نظر براش بگیرم، مثل شخصیت حالا کار چیز انیمیشنی یا فیلم سینمایی. خب حالا فکر کنیم من اینو در نظر گرفتم. یه کپی ازش میگیرم. من خواستم مشکیش کنم، فعلا من اینو مشکی میکنم. ببینم که انگار کار نمیده. کجا من اینو سیو کردم؟ این قسمته. کپی ازش میگیرم و اینم اینجوری. حالا چطوری من اینا چیز کردم؟ اومدم اسنپش کردم. حالا اسنپ چطوریه؟ این شکلیه که توی قسمت، حالا من باید جا به جا کنم نشون بدم.